سلام دوستان عزیز، به یکی دیگه از پرونده های جنایی ما خوش آمدید. موضوع پرونده امروز در مورد قتل مرد جوانی است که در سال 1400 و در تهران اتفاق افتاد. لطفاً تا پایان این پرونده با ما همراه باشید و در پایان نظرات خودتون را برای ما کامنت کنید. 24 آبان ماه سال 1400 زن جوانی به اداره آگاهی تهران مراجعه کرد و خبر از گم شدن همسر خود داد. زن جوان که نامش نرگس بود در اظهاراتش گفت که همسرم حسن 2 روز قبل از خانه خارج شده است و هنوز به خانه برنگشته. بعد از اظهارات این زن پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و تحقیقات برای پیدا کردن مرد جوان آغاز شد. صبح روز بعد مردی جوان حدوداً 40 ساله به اداره آگاهی مراجعه کرد و خبر از کشف جنازه مردی داد که در اطراف پارک در نزدیکی محل زندگی آنها روی زمین افتاده بود. مأمورین اداره جنایی خیلی سریع به محل کشف جسد حرکت کردند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که جنازه متعلق به مردی حدوداً 30 ساله با قدی متوسط است که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. به همراه جنازه هیچ مدرک شناسایی که هویت مقتول را مشخص کند وجود نداشت. اما مشخصات ظاهری این مرد جوان با مشخصات همسر گم شده زن جوان که نامش حسن بود مطابقت می‌کرد. بعد از تحقیقات در محل کشف جسد جنازه مرد جوان به پزشکی قانونی انتقال داده شد. روز بعد مأمورین با نرگس همسر مرد گم شده تماس گرفته و از او خواستند تا برای شناسایی یک جنازه به پزشکی قانونی مراجعه کند. ساعاتی بعد زن جوان به پزشکی قانونی مراجعه کرد. زن جوان بعد از دیدن جنازه ادعا کرد که جسد متعلق به حسن همسر زن جوان است. بعد از کشف هویت جنازه تحقیقات برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین حسن آغاز شد. در بازجویی‌های اولیه از نرگس مشخص شد که این دو حدود 7 ماه قبل با هم ازدواج کردند. زن جوان به مأمورین گفت که من و حسن حدود 7 ماه قبل با هم ازدواج کرده ایم. حسن شاغل است و در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بود. در صحبت‌های زن جوان هیچ سرنخی برای حل این معما پیدا نشد. بعد از بازجویی‌های اولیه نرگس همسر حسن به منزل خود بازگشت. مدتی از این موضوع گذشته بود و هنوز مأمورین هیچ سرنخی از قاتل یا قاتلین حسن به دست نیاورده بودند تا اینکه مأمورین برای کشف زوایای بیشتر این موضوع قتل با حکم دادگاه برای بررسی خانه مقتول به آنجا مراجعه کردند. در بازرسی‌های اولیه در منزل مقتول چیز تازه‌ای که بتواند هویت قاتل یا قاتلین را شناسایی کند کشف نشد. در حالی که مأمورین قصد ترک خانه مقتول را داشتند، یکی از مأمورین متوجه دوربین بسیار کوچکی شد که به طرز ماهرانه‌ای در روبروی اتاق خواب تنظیم شده بود. مأمورین از ماجرای پیدا شدن این دوربین به همسر مقتول هیچ سخنی نگفتند. مأمورین بعد از کشف این دوربین به جستجوی اتاق مقتول پرداختند. در جستجو از اتاق مقتول مأمورین موفق شدند که یک CD رو که به طور ماهرانه‌ای در بین کتاب‌ها جاسازی شده بود را کشف کنند. با بررسی فایل‌های این CD مشخص شد که نرگس همسر مقتول با مردان زیادی رابطه داشته است. بعد از مشخص شدن این موضوع مأمورین از همسر مقتول خواستند تا در مورد این روابط به آنها توضیح بدهد. نرگس به مأمورین گفت که در قتل حسن هیچ نقشی نداشته است. او به مأمورین گفت که من فقط با مردان دیگر رابطه برقرار کردم
و در قتل همسرم هیچ نقشی نداشتم و از قاتل همسرم نیز هیچ اطلاعی ندارم. بعد از اظهارات این زن، مأمورین این زن را به اداره آگاهی و به اتاق بازداشت انتقال دادند. نرگس در بازداشت به مأمورین گفت از قاتل همسرم بی اطلاع هستم. چند روزی از ماجرای پیدا شدن سیدی گذشته بود و همچنان نرگس از قاتلین همسرش اظهار بی اطلاعی می کرد. تا اینکه یک روز صبح نرگس به یکی از مأمورین گفت که می خواهد با افسر نگهبان این پرونده صحبت کند. لحظاتی بعد افسر بازجو در اتاق بازجویی نرگس حاضر شد. نرگس پرده از راز جنایت بسیار هولناک برداشت. نرگس در اظهاراتش گفت که حدود 7 ماه قبل با حسن ازدواج کرده است. حسن در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بوده است و نرگس از صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر در خانه تنها بوده است. نرگس در اظهاراتش گفت حدود 3 ماه از ازدواج من و حسن گذشته بود تا اینکه یک شب حسن با یکی از دوستان خود به خانه آمد. بعد از اینکه حسن با دوست خود به خانه آمد، رابطه من و دوست حسن آغاز شد. زن جوان بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: بعد از اینکه با امیرعلی وارد رابطه شدم، اوایل هفته 1-2 بار به خانه آنها می رفتم. اما بعد از اینکه همسایه‌های امیرعلی به ما مشکوک شدند، از امیرعلی خواستم تا هر وقت حسن سرکار بود به خانه ما بیاید. اوایل رابطه من و امیرعلی هفته 1-2 بار بیشتر نبود، اما کم کم رابطه من و امیرعلی به حدی شد که هر روز امیرعلی به خانه ما می آمد. زن جوان بعد از مکث کوتاهی گفت در این مدت رابطه من با همسرم حسن بسیار سرد شده بود. مدتی که از رابطه من و امیرعلی گذشته بود، همسرم حسن کم کم به من مشکوک شد، تا اینکه یک روز وقتی که امیرعلی و دوستش سیامک در خانه ما بودند، حسن ناگهان و به طور سرزده به خانه برگشت. وقتی که حسن به خانه برگشت، من و امیرعلی و سیامک رو در حین رابطه دیده بود. زن بعد از آه بلندی گفت حسن و امیرعلی با هم گلاویز شدند. حسن و امیرعلی از بچگی با هم در یک مدرسه درس خوانده بودند. حسن به امیرعلی گفت که چرا به او خیانت کرده است. زن جوان بعد از مکث کوتاهی گفت دعوای امیرعلی و حسن بسیار بالا گرفته بود. من که بسیار ترسیده بودم، به طرف آشپزخانه رفته به یک کارد آشپزخانه برداشتم. زن جوان بعد از مکثی کوتاه گفت با چاقو به طرف حسن رفتم. من از حسن بسیار دلسرد و دلگیر بودم. با چاقو چند ضربه به شانه حسن وارد کردم. لحظاتی بعد حسن نقش بر زمین شد. بعد از اینکه مطمئن شدیم همسرم فوت کرده است، جنازه او را در فریزر خانه گذاشتیم و صبح روز بعد به اداره آگاهی مراجعه کردم و خبر از گم شدن همسر خود دادم. بعد از اعترافات این زن، همدستان او امیرعلی و سیامک نیز دستگیر شدند و به بازسازی صحنه جنایت پرداختند. با اعترافات 3 متهم، حکم بازداشت برای این 3 متهم صادر شد و آنها به زندان منتقل شدند. قاضی این پرونده بعد از بررسی‌های بسیاری که انجام داد، حکم قصاص همسر مرد جوان را صادر کرد. به نظر شما چرا یک زن جوان بعد از 7 ماه ازدواج دست به چنین جنایت بزرگی میزند؟ لطفاً نظرات خودتون را برای ما کامنت کنید.